سلام كمسك الختام. با نیت خوب ما می توانیم عادتها را به عبادتها تبدیل دهیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. روزی همگان بخیر باشد. عادتهایی که هر روزه داریم، مثال هر روز طعام میخوریم، هر روز خواب میرویم، هر روز به کار میرویم و غیره، همین عادتها را ما میتوانیم همچون عبادت گردانیم. در کدام حالت؟ در آن حالتی که وقتی که در وقت خوراک خوردن شخص نیت میکند که خوراک میخورم تا که قوت پیدا کرده عبادت کنم. وقتی که شخص خواب میرد پیش از خواب نیت میکند که خواب میرم تا قوت پیدا کرده خیسته عبادت ها را به جای آورم. یا وقتی که شما معلم هستید، دکتر هستید، دهقان هستید، نامپز هستید، آهنگر هستید، کسی که نباشید، وقتی که به کار رفتنی شدید نیت کنید که رفته به خلق خدا خدمت میکنم. این عمل ها همه اش برای ما به عبادت تبدیل شده و خداوند اجر و ثواب را به ما میدهد. خلاصه دوستان عزیز، همه کارهایی که خداوند اجازه داده است، همه کارهایی که خداوند از آن راضی است، اگر با نیت خدمت به خلق خدا انجام دهیم، ان شاء الله بر ما ثواب نوشته می شود. پس وقتی که به کار می رویم در فکر آن باشیم که چقدر فایده به دست می آورم، چی مبلغ امروز به دست می آورم، بلکه در فکر آن باشید که رفته خدمت خلق خدا را به جای میارم. انشالله با این نیت اگر ما به کار رویم، خداوند این کاری ما را که کاری دنیا است، این کار را کاری آخرت میگرداند و اجر و ثواب انشالله بر ما می نویسد. پس در هر عمل نیت را فراموش نکنیم.